داشتن دیدم مارکی نیست، ولی 3-4 تا قورباغه دارن حال میکنن اونجا. باور کنید که منم با دیدن اونا حال کردم. گرسنه‌تون بود؟ خب 3 روز یکی بیارم اینا رو به مشلخ می آوردم با سنگی که پیدا 2 تا سنگ گذاشته اینا رو میزدم قطع میکردم که بذارم رو زبانم فقط قورت بدم، چون فک من شکسته بود، تبنا رو کشیده بودن، قادر جویدن چیزی نبودم. بعد چون نگران که نرفت اومد گفت که چیه؟ گفتم که من سرهنگ سبوزاده هستم، فرمانده تیپ 35 تکاور ارتش بودم، از اسارت فرار کردم. گفت به چیزی گفت رفت طرف. همونجا موندم باز. حالا گیر کرده بودم بین خاطری که همه راهیا میزدن. این دفعه که مجبور شدم که 2 تا دستم بلند کردم، اومد گفت که چیه؟ گفتم که من هوادار منافقین بودم، حالا از اسارت فرار کردم، اطلاعات زیادی هم دارم. منو کشیدن آوردن چشمام بستن و رو خاطر کشیدن بردن تا بالا، سوار پشت یه ماشین انداختن که نمیدونم چی بود چون چشمام بسته بود. بعد پیاده کردن بردن توی سنگری، چشمام باز کردن، خیلی خوشحال شدم دیدم که برادران سپاه هستن اونجا، بیسیم هست، تشکیلاتی هست و اینا. اومد گفت که البته گفتم که سرهنگ سبوزاده هستم، شغلم اینه، فرمانده فلک قسمت بودم. یه مرتبه دیدم که این عزیز البته مقصرم نبود چون تمام منافقین با لباس ارتش به ایران حمله کرده بودن. بعد دقت خودشون رو به داشتن. دیدم که سخت پوش من، البته من درد نمیفهمیدم دیگه. یه اون شکنجه‌ای که شما شده بودین این دیگه در مقابلش چیزی نبود. گفتم که نگاه کردم و گفتم که گفت حالا ما رو سر کار گذاشتی؟ گفتم برادر به خدا ما سر کار نگذاشتم، اونایی که ما رو سر کار گذاشتن اون بر خاکریزن. البته الان راحت دارم صحبت میکنم. که در کتاب من جدال با شهر نوشتم که نوشتم اینو خیلی توضیح دادید. بعد این گفتم شما یه بیسیم به ارتش بزنید، به ارتش بگیم که اینطور کسی فرار کرده از اسارت. گفت حالا به ما آموزش هم میدی؟ گفتم به پیغمبر تو مدرسه، تو کوچه، تو دانشگاه ما به شما تیراندازی یاد دادیم، والله شما که جوونا که تیراندازی یاد نداشتین که. دیدم که یکی گفت که حالا برو یه بیسیم بزن، به ارتش شماره پرسنلی میخواد. یه پلاک ما داریم که مثل خودروها در کل ارتش پلاک مخصوص هم خود اون نفر هست. اومد شماره پرسنلی میخواد، شماره پلاک عراقی‌ها گرفته بودم، شماره رو گفتم و رفت و 20 دقیقه نیم ساعت بعد در باز کرد. خب برادر چای میخوری؟ من فهمیدم لاجه در جاده ایلام فرمانده اون موقع شهید سلشکر بود که شهید شد در چیز و گفت اینا با هلیکوپتر ببرید اسلام آباد. آوردن من اسلام آباد که زخمای اولیه من معالجه کنم بعد بفرستن تهران. دکتر موقعی که داشت پای منو شستشو میداد گفت این کرم زده. گفتم که بله 4 روز تو راه هستم، 50-60 درجه گرمه، خب باید اینطور بشه. بالاخره عزیز من کرم اسلام آبادو داغون کردن، بیمارستان رسیدن، فقط ارتشی و سپاهی و بسیجی میکشتن. یه دکتری اومد گفت که سرنگ چی مونده که رسیدن تیر خلاص میزنن. باز من با لباس بیمارستان پریدم زیر جنگلای گردنه قلاجه. 4 روز تمام جنگ چریکی میکردیم، تانکای عراق میزدیم با پای گچ گرفته، همون شرایط سن تا باز دشمن رو عقب راندیم تا رسید به مرز و بعدم که آتش بس.